وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. عرض سلام و احترام دارم خدمت یکایک شما حضار گرامی و تشکر میکنم از حضور گرم شما در این مجلس عزای حسینی و همچنین لازم میدانم که تشکر و قدردانی داشته باشم از تمام عزیزانی که برای برپایی این مجلس زحمت کشیدند، وقت گذاشتند تا این مجلس برگزار شود. انشاءالله اجر شما با آقای امام حسین. شام شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام است. این مناسبت سخت و این مصیبت عظیم را به پیشگاه مقدس قطب عالم امکان واسطه فیض الهی وجود مقدس حضرت صاحب العصر و الزمان ارواحنا له الفدا تسلیت عرض می کنم و همچنین به محضر شما عزیزان و تمام آزادگان دنیا این مصیبت عظیم را تسلیت و تعزیت عرض می نمایم. وجود مقدس امام حسین علیه السلام امروز از صبح خطبه ها و رجز ها و نصیحت ها و مطالب زیادی را فرمودند. حالا این غیر از خطبه هایی است که در روزهای قبل از عاشورا ایراد کردن، غیر از نصایحی که قبلا ایراد کرده بودند، امروز هم از صبح مدام در حال حرف زدن و صحبت کردن بودند، نصیحت میکردند، ارشاد میکردند مردم را، لشکریان شام را، چه فردی چه گروهی، و نهایت تلاش خود را به خرج دادند تا این مردم پند بگیرند و از خیرخواهی امام بهره ببرند. یکی از دلایل تشنگی امام حسین در این روز هم همین صحبت زیاد بود. صحبت کردن کار سختی است و واقعا لب و دهن و دندان خوش می شود. اگر دوستان لطف کنند یک آب جوش برای از ما بهره خوبه که ما از شروع نگده دهن خوش شود. خب ابزارهای مختلف را امام استفاده کردند برای اینکه بتوانند پیامشان را به این لشکر، این مردم منتقل کنند. از معاد کمک گرفتند. الا تخافون المعاد، آیا از قیامت نمی ترسید؟ از قرآن کمک گرفتند. آیه های مختلف قرآن را برای آنها قرائت کردند. از سنت پیامبر کمک گرفتند. از
صحابه کمک گرفتن، مردم را، لشکر را هدایت کردن به سمت اصحاب رسول الله. فرمودن که برخی از اصحاب رسول خدا هنوز زنده هستند، مراجعه کنید به آنها، از آنها بپرسید که نسبت ما با پیامبر چیست و رفتار پیامبر با ما چگونه بوده است. از وجدان آنها هم کمک گرفت. اما امروز عصر بعد از ظهر لحن امام تغییر کرد. یک جمله ای را امام فرمود که امشب به طور بسیار مختصر میخواهم راجع به این جمله امام خدمت شما دقایق چند را مطالب را به عرض برسانم. لحن امام عوض شد. وقتی امام در گودال قتلگاه افتاده بودند، بیرمق، بدن مطهرشان تیرباران شده بود. نقل است که آنقدر تیر به بدن حضرت اصابت کرده بود که از عبارت کلقنفوز استفاده میکنن، یعنی مثل خارپشت شده بود. خب امام یک مرتبه متوجه شدن که لشکریان یزید قصد حمله به خیمه های حضرت را دارند. آقایان عزیز میدانند که هیچ چیز برای یک مرد سخت‌تر از این نیست که در جلوی چشمانش به زن و فرزندش تعرض شود و او نتواند کاری بکند، توانی نداشته باشد که از آنها دفاع نماید. و این برای یک مرد، اونم مرد مثل امام حسین، یک مرد غیور، یک مرد شجاع، یک مرد با ایمان، این واقعا سخت و دردناک است. خب در این حال ابی عبدالله این جمله را فرمودند. خب این جمله هم در تاریخ طبری آمده است و هم در الفتوح احمد بن اعصم کوفی و در منابع مختلف دیگه هم آمده. یعنی یک چیزی که معتبر است. فرمود ای کسانی که حمله میکنید به خیمه ها، ای شیعت الشیطان، ای شیعیان آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم وارجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا کما تزعمون. اگر دین ندارید، اگر از قیامت نمی ترسید، جوانمرد باشید حداقل. اون جوانمردی عربی شما کجا رفته است؟ به گذشتگان خود بنگرید. اگر ادعا دارید که واقعا عرب هستید، ان لم یکن لکم دین. خب امام میفرماید من که تا الان مرتب از دین با شما صحبت کردم، اما اکنون دیگه از دین با شما حرفی نمیزنم چون اثر نکرد. فرض میکنیم که شما اصلا دین ندارید و کنتم لا تخافون المعاد. فرض میکنیم که شما از قیامت هم نمیترسید. دیگه من حسین از قیامت و از آخرت هم با شما صحبتی نمی کنم. فکونوا احرارا فی دنیاکم، حداقل در دنیایتان آزادمرد باشید.
خب این چه وضعی است که شما متعرض خیمه های من میشوید در حالی که من زنده هستم؟ ورجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا کما تزعمون. برگردید به گذشته خودتان با آن خلق و خصوصیاتی که عرب در گذشته داشت، با اونها مراجعه کنید. اصلا دین ندارید، اصلا مسلمان نه، دین نه، اخلاق نه، حداقل با اون ریشه عربی خودتان مراجعه کنید که ببینید آیا این کار شما درست است. در اینجا امام از عنصر آزادگی استفاده کرد تا آنها را تحریک کند که دست به این جنایت نزنند. حالا سوال پیش میاد که مگر اعراب جاهلی، رسم و رسوم جاهلی مگر بد نبودن؟ پس امام حسین به چی چیزی این لشکر را ارجاع میدهد؟ خب رسم و رسوم هر قبیله و هر قومی هم خوب است هم بد دارد. این گونه نیست که رسم و رسوم همه رسم و رسوم یک قبیله یک قوم بد باشه یا همه رسم و رسومش خوب باشه. و در زمان جاهلیت هم همینطور بود. رسم و رسوم خوب هم اعراب جاهلی داشتن و رسم و رسوم بد هم داشتن. مثل رسم و رسوم بد اگر بخوایم اشاراتی داشته باشیم، مثل زنده به گور کردن دختران. خب اعراب قبل اسلام دختران را زنده به گور میکردن. چرا؟ چون یک تعصب کور و یک ننگ بیجا داشتن و از طرفی چون مدام با همدیگر قبایل با هم در جنگ بودن، وقتی یک قبیله‌ای بر قبیله دیگر پیروز میشد، زن و فرزند آنها را به اسارت میبرد و این یک ننگ بزرگ بود برای آنها. و برای اینکه به این ننگ دچار نشوند صورت مسئله را پاک میکردن. دختران تا به دنیا می آمد زنده به گور میکردن. و اذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. خب یک رسم بد دیگری در اعراب جاهلی وجود داشت، تبرج بود. تبرج جاهلی. تبرج از ریشه برجه یعنی خودنمایی میکردن. زنان در اعراب جاهلی در قبل از اسلام خود را بزک میکردن و در مجالس مختلف خودنمایی میکردن و خود را عرضه میکردن که قرآن کریم به شدت از این کار نهی کرد. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. مانند زمان جاهلیت، مانند زنان جاهلیت خودتان را عرضه نکنید، خودتان را به نمایش نگذارید. یک خصوصیت بدی دیگر اعراب جاهلی تعصبات قبیله‌ای بود، تعصبات کور قبیله‌ای. یا این که حق کدام طرف است، باطل کدام طرف است برای آنها مهم نبود. همینی که قبیله من باشه همین برای آنها کافی بود که از او حمایت کنند و در راه آن هدف جان بدهند. یک رسم زشت دیگر در ارث بردن و ازدواج بود. که یکی از زشت‌ترین و قبیح‌ترین آنها این بود که وراث یا فرزندان یک مردی که مرده است می توانست زن پدر خود را به ارث ببرد.
یعنی وقتی پدرش فوت میکرد، فرزند پسر همانطوری که شمشیر و اسب و خانه و مال و اموالش را به ارث می‌برد، زنش را به ارث می‌برد. یعنی نامادری خود را به ارث می‌برد و حق داشت که با این نامادری ازدواج کند. یا با او ازدواج میکرد، یا او را محبوس میکرد تا بمیرد، یا که مهریه خود را ببخشد، و یا میتوانست اصلا بفروشد به یک نفر دیگر. که قرآن کریم با قاطعیت این رسم را ممنوع اعلام کرد و آیه 19 سوره نساء میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای شما حلال نیست که زنان را به ارث ببرید. خلاصه این که از نظرهای مختلف این رسم رسومی جاهلیت ایراد داشت، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ دین مشکلات زیادی داشتن، اما یک سری صفات خوبی هم داشتن. صلوات نایتان. اما صفات مثبت زیادی هم داشتن که امام حسین علیه السلام به همین صفات مثبت است که آنها را ارجاع می‌دهد. خب یکی از صفات مثبت اعراب جاهلی مهمان نوازی بود. خب عزیزان حتما اسم حاتمی طایی را شنیدند یا حاتمی طایی الان ضرب المثل است از بذل و بخشش و مهمان نوازی. ایشان قبل از اسلام بود و در اصل جاهلیت از دنیا رفت. یا فردی به اسم عبدالله ابن جدعان که معروف است که خانه‌اش مأمن و پناهگاه مسافرین بود. همیشه درش بر روی مهمان باز بود. نه تنها درش باز بود، بلکه بر روی بامش آتش روشن میکرد تا مردم مسافرین، مهمانانی که به شهرشان می آیند، خانه او را پیدا کنند و به آنجا مهمان شود. یا حسان ابن ثابت که لقب مطعم الطیر به او داده بودند، یعنی کسی که به پرندگان غذا میدهد. یعنی فقط به فکر انسان ها نبودند، بلکه دوستدار حیوانات و طبیعت هم بودند. یا قاتل الشتا در بیابان‌های عربستان. خب زمستان‌های سرد و خشکی دارد که در زمستان‌ها بسیاری از مردم از بین می‌رفتند که یکی از افراد می‌رفتند آنها را نجات می‌دادند، با آنها سرپناه می‌دادند، با آنها غذا می‌دادند. به همین جهت با آنها لقب قاتل الشتا یا کشنده زمستان نام گذاشته بودند. قیس بن عاصم در سال 9 هجری خدمت پیامبر رسید. خب در سال عام الوفود، سال 9 هجری قمری به سال عام الوفود معروف است. عام یعنی سال، وفود یعنی هیئت، یعنی سالی که در آن هیئت‌ها خدمت پیامبر می‌رسیدند و ایمان می‌آوردند یا قرارداد صلح امضا می‌کردند. خب اینا همه در تاریخ آمده است. این رقم نیه که ما از شکم مبارک خدمت شما عرض کنیم. اینا تک تک اینها در منابع معتبر تاریخی نقل شده است. خب بنده زمانی که
دکترای داروسازی خود را از دانشگاه شهید بیشتی تهران گرفتم و فارغ التحصیل شدم، به قم برگشتم و وارد حوزه علمیه قم شدم. حدود 10 سال من در حوزه علمیه قم بودم که در رشته تاریخ و حقوق خصوصی اونجا هم تحصیل کردم، هم گاهن تدریس میکردم. خب حالا که اینو گفتم، به این جهت میخوام بگم که قبل اینکه من وارد حوزه علمیه قم بشم، تصور من از حوزه، از عالمان دین این بود که اینها خب مدام از اسلام و از تقوا و از برابری و از این قبیل حرفا صحبت میکنن و حتما در آنجا تعصب بین افغانی و ایرانی وجود نخواهد داشت. اما وقتی که وارد حوزه شدم، خب اینو من به عنوان کسی میگم که هم محیط دانشگاهی رو تجربه کرده بودم، هم محیط حوزوی رو. وقتی وارد حوزه شدم دچار یک شوک شدم، چون تعصبی که من در حوزه، در بین آخوندها، در بین علما دیدم، در دانشگاه وجود نداشت و این واقعا برای من بسیار دردناک بود. اکنون هم بعضی از دوستان در فضای مجازی وقتی من میبینم شاکی هستن، شکایت میکنن که چرا علما ساکتن، چرا مراجع چیزی نمیگویند، مهاجرین وضعش به این فلاکتبار، اینها مگر شیعه نیستن، مگر مسلمان نیستن، مگر آدم نیستن؟ خب چرا اینها حتی یک کلمه بر زبان نمیارن، سکوت محض اختیار کردن؟ خب کسی که این حرفا را میگه و مسلما مثل من نمیدانه که در محیط حوزه چی خبره، نمیدانه که تعصب در حوزه علمیه قوقا میکنن. مثلا در زمانی که حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی میخواستن اعلام مرجعیت کنن، یکی از مراجع، حالا من اسمش را نمیبرم، خودم سخنرانی را شنیدم که فریاد میزد، میگفت کار به جایی رسیده است که میخواهند مرجعیت را از مرز ایران بیرون ببرند. خب این غیر از تعصب نژادی چیز دیگری معنی میدهد؟ یکی دیگر از مراجع که از او استفتاء شده بود راجع به مهاجرین، جواب داده بود که کسی که بدون اجازه دولت جمهوری اسلامی ایران وارد خاک ایران شود و در ایران اقامت نماید، کارش خلاف شرع، نماز و روزهش باطل است. آیا شما از این گونه افراد انتظار کمک دارید؟ انتظار دارید صداشون در بیاد؟ خب دوم این که وقتی آخوند درباری شد، وقتی آخوند وابسته به دربار و بر حکومت شد، دیگر این دین است که در خدمت سیاست قرار میگیرد. در طول تاریخ بشر این را تجربه کرده است دیگر. هر کجا که دین وارد سیاست میشه، دین در اختیار سیاست قرار میگیرد. هیچ وقت سیاست در اختیار دین قرار نمیگیرد. که ما الان هم در ایران هم در افغانستان ما شاهد هستیم، می‌بینیم که هر کجا که به نفعش بود از دین حرف میزنه، هر کجا به ضررش بود دین اصلا فراموش میشه. خب عام الوفود در سال 9 هجرت که
مکه سال 8 هجری فتح شد و فتح مکه را به فتح الفتوح تعبیر کردند. یعنی وقتی مکه فتح شد توسط مسلمانان، تمام قبایل که قبلا یا در مقابل اسلام می جنگیدن یا فقط نظارگر بودن که ببینن کار اسلام به کجا میکشه، همه فهمیدن که دیگر اسلام دیگه جلوش گرفته نمیشه و گروه می آمدن و یا با پیامبر یا ایمان می آوردن، مسلمان می شدن و یا پیمان صلح امضا می کردن. در این سال، در سال عام الوفود، اسلام یک رشد انفجاری کرد. تمام شبه جزیره عربستان یک دفعه مسلمان شد و این قیس هم یکی از رهبران همین وفود بود، یعنی جزء از همین وفود از قبیله بنی تمیم بود که خدمت پیامبر رسید و در آنجا مسلمان شد. و وقتی مسلمان شد از او سوال کردن که شما قبل از اینکه مسلمان بشی چگونه زندگی میکردید؟ خب این جواب ایشون نشان میده که صفات مثبتی در اعراب قبل اسلام بوده چی بوده. اون جواب میده و اینی لم اکن علی دینکم لکن کانت فی اربع خصال. یه درسته که من مسلمان نبودم، دین شما را اختیار نکرده بودم، اما 4 تا خصلت داشتم همیشه. بذل ندا، یعنی همیشه در حال بخشش بودم، در حال انفاق بودم، در حال کمک بودم، به فقرا کمک میکردم، به درماندگان، به راهماندگان. کف الاذی، دومین خصوصیتی که داشتم این بود که به کسی آزارم نمیرسید، کسی را اذیت نمیکردم، نه همسایه را، نه جامعه را، نه پدر و مادر را، به هیچ بنی بشری آزاری بنده نرسیده بود. نصر الملحوف، سومین خصوصیت میگه یاری افراد گرفتار به پناه. همیشه در کنار افراد مظلوم بودم، از مظلوم در برابر ظالم دفاع میکردم. تعجیل القرى، در پذیرش مهمان همیشه پیش قدم بودم، همیشه مهمان را گرامی می داشتم، به خانم می بردم، جا و مکان و غذا و حتی پوشاک به آنها می دادم. حالا امام حسین هم در عصر عاشورا وقتی لحنش عوض می شود به همین خصوصیات اعراب آنها را ارجاع میده. میگه شما اگر دین ندارید، اگر مسلمان نیستید، اگر بر هیچ چیزی پایبند نیستید، حداقل به پدرانتان نگاه کنید، به نیاکانتان نگاه کنید، جوانمردی را از آنها یاد بگیرید. ان لم یکن لکم دین، اگر دین ندارید، و کنتم لا تخافون المعاد، و از معاد و قیامت هم نمی ترسید، تکونوا احرارا فی دنیاکم ورجعوا الی احسابکم. خب یک تفاوت بین آزادی و آزادگی وجود دارد که خیلی وقتا ما قاطی میکنیم این دوتا را که آزادی و آزادگی چه فرق با هم داره، گاهی به جای هم به کار می‌بریم. خب آزادی، دو نوع آزادی ما داریم، یک آزادی بیرونی هست، یک آزادی درونی. آزادی بیرونی همین آزادی انتخاب محل سکونت، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تحصیل، آزادی کار، اینها آزادی بیرونی هستند. اما گاهی آزادی درونی هست و موضوع بحث ما همین آزادی هست. یعنی حریت، حر وقتی میگیم یعنی آزادگی، یعنی همین آزادی درونی، یعنی از شهوات انسان آزاد باشد، از بند شهوات آزاد باشد، از بند چاپلوسی آزاد باشد،
از بند حرص و طمع آزاد باشد، از بند قدرت طلبی آزاد باشد. امیرالمومنین می‌فرمایند الحر من ترک شهواته. حر، آزاده کسی است که در بند شهواتش نباشد. حالا وقتی شهوات میگه فقط شهوت جنسی نیست، هر چیزی که مخالف شرع و مخالف عقل باشه اون شهوته. اگر دنبال زیاد بیش از حد دنبال مادیگرایی بروی اون شهوته، دنبال قدرت طلبی بری اون شهوته، دنبال خودخواهی بروی اون شهوته. من میخواستم راجع به خصوصیات افراد آزاده هم اینجا خدمت شما مطالب را بیان کنم که متاسفانه گویا وقت نیست، ساعت 9 شد. بنابراین عرایزم را همینجا به پایان میرسانم و مختصرا ذکر مصیبتی خدمت شما ارائه میکنم و التماس دعا دارم. هدیه نثار ارواح طیبه شهدا، مخصوصا شهدای مظلوم و گلگون کفن دشت کربلا که الان در این شام غریبان بدنهای مطهرشان بی غسل و بی کفن غریبانه روی زمین کربلا، روی بیابان تفتیده کربلا افتاده است. عنایت فرمایید، اجماعاً صلوات بلند عنایت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیایی. تو را به حضرت زهرا بیاز غیبت کبرا، دیگر بس از جدایی خدا کند که بیایی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا
صاحب الزمان یا صاحب الزمان می مبارک در امر آرمیده بیا بیا امید آخر دلهای داغ دیده بیا بیا ای امید دل زینب ابن الحسن بیا بیا شام غریبان جدت حسینم از امشب دیگه مصیبت های اهل بیت شروع میشه از امشب دیگه مصیبت های عمه جانت زینب شروع میشه یا ابن الحسن آقا از امشب دیگه تازیانه زدن ها شروع میشه سینی زدن ها شروع میشه ای منتقم کجایی وقت است که بیایی بطول غیبت و عشق مدام و سود دلت که جان شیعه ز هجران به لب رسیده بیا بیا آقا دل شیعه خونه یا ابن الحسن آی مرهم زخمای شیعه کجایی آقا امشب چطور قسمت بدم عزیز فاطمه جدت حسین در یقه خون تو را صدا زند از حنجر بریده بیا بیا امام زمان و اون آقایی که امروز با لب تشنه سر از تن از جدا کردن بیا به حنجره بریده حسین بیا بیا به ناله های زینب کبرا بیا بیا یا ابن الحسن یا ابن الحسن عالم همه محزون و پریشان حسین است شام است ولی شام غریبان حسین است شام غریبان حسین است شب یتیمی بچه های حسین است شب بی برادری زینب امشب مصیبت خیلی سنگینه امشب زمین آسمان برای حسین و آل حسین میگرید دیگر روز خواندن لازم نیست زیر لب آرام آرام بگو وای غریب حسین وای مظلوم
کشتن چرا آبت ندادن؟ چرا زان در نایابت ندادن؟ اگر کشتن چرا خاکت نکردن؟ کفن بر جسم صد چاکت نکردن؟ خواهرا امشب با مادرش زهرا هم ناله بشید، با زینب کبرا هم ناله بشید. خدا میداند امشب زینب کبرا چه حالی دارد. امان از دل زینب چه خون شد دل زینب. الله اکبر در نصف روز جلوی چشماش همه عزیزانش را سر بریدن. چه خون شد دل زینب. خدا به داد دل زینب برسد چه حال دارد. وقتی میبینم یک طرف بدن بی سری حسین در گوده قتلگاه، یک طرف دستهای قلم شده عباس کنار شط فرات، یک طرف بدن قطعه علی اکبر، یک طرف بدن فرزندانش روی بیابان تفدیده کربلا، یک طرف هم خیمه های سوخته و بچه های یتیم. خدایا چیکار کنه زینب با این همه مصیبت؟ چه خون شد دل زینب. این زن و بچه های یتیم را جمع کرد داخل خیمه نیم سوخته. هم پرستار امام سجاده، هم زن و بچه های یتیم را آرام می کند. مجسم کن هر کدام از این بچه ها یک زبان حالی دارد. اما همه درد دلهایشان را به زینب میگوید. سنگ صبور همه زینب. یکی میگه عمه جان بابام حسین کجاست؟ وقتی میرفت خیلی تشنه بود، آیا بهش آب دادن یا نه؟ یکی میگه عمه جان عمو جانم عباس کجاست؟ یکی میگه زینب ببین گهواره علی اصغر خالیه. امان از دل زینب چه خون شد دل زینب. سبم آمد به جانم هر سه یک بار. غریبی و اسیری و غریبی و اسیری چاره دارد، ولی آخر کشد ما را غمی یار، غمی یار. الا لعنة الله علی القوم الظالمین.
شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح طیبه شهدای کربلا و شادی ارواح اموات خودتان اجماعاً صلوات بلندی را عنایت بفرمایید. دوستان عزیزی که وضو ندارند لطفاً زودتر وضو بگیرن. انشاءالله نماز جماعت برپا خواهد شد و بعد از نماز جماعت هم انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود با عزاداری و سینه‌زنی انشاءالله. خداوند از همه شما به احسن وجه قبول بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.